الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بارك الله فيكم. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و طلب مینماییم که این همه عبادت های ما و شما را قبول بگرداند، از رکوع و سجود، از قیام اللیل، از صوم و روزداری و از تلاوت قرآن و از تعلیم و تدریس دین و آموزش توحید. سبحانه و تعالی همه این عبادت ها و همه این مسابقات های خیر را از ما و شما به درگاه خودش قبول و مقبول بگرداند. ببینید که روزها چگونه زود میگذرند، وقتها چگونه زود میگذرند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند چخیلی که در حدیث صحیح آمده است، وقتی که میگن روز قیامت نزدیک می شود، السنه تکون مثل شهر، یک سال به مانند یک ماه میگردد، و شهر مثل اسبوع، یک ماه مثل یک هفته میگردد، و الاسبوع مثل یوم، و یک هفته مثل یک روز است، و یک روز مثل یک ساعت میگذرد. همین طور است. روز به روز این سبحان الله سالها زود میگذرد، این وقتها زود میگذرد. پگاهی می شود، بیگاهی می شود. شما در حیرت میمونید که روز شما چگونه بیگاه شده است. بیگاهی صبح می شود، در حیرت میمونید که چگونه صبح شده است، در حالتی که شما فرصت ندارید به یک کاری یک کوتاه را انجام بدهید. پس این یکی از علامت های قیامت است، یکی از علامت های روز آخرت است. کوشا باشید در انجام دادن عمل خیر، در آموزش توحید و عمل نمودن توحید و از جمله اهل توحید بودن کوشا باشید. بارک الله فیکم. برادران و خواهران عزیزم، روزهایی که در روبروی شما هست، این باقی مانده نصف ماه مبارک رمضان، این بزرگترین روزهای عمر یک ساله شماست. در این یک سال آینده شما بزرگترین روزها انمین باقی مانده 10-15 روزی ماه مبارک رمضان است. این روزها را با روزه و با عبادت و با اخلاص و با تلاوت و با ذکر و با دعا بگذرانید. با آموزش توحید، با آموزش قرآن بگذرانید. لااقل در این روزها محبت دنیا را، مشغولیت دنیا را ترک بکنید. برادرانم و خواهران بزرگوارم، در حق خود و در حق برادران و خواهران مظلوم خود دعا بکنید. اگر خود شما مظلوم نباشید، اگر خود شما شرایط خوب داشته باشید، در حق برادران و خواهران موحد خود دعا کردن را فراموش نکنید. آیا شما میدانید که امروز چقدر اهل توحید در اذیت و آزار و رنج و در درد و الم هستند؟ این همه الم و درد و رنج از جهت کفار و منافقین و مرتدین در بالای موحدین نازل شده است. البته این همه سنجش الله است، این همه ابتلا از جانب الله است، اما شما باید دعا بکنید. شما کمترین چیزی که میتوانید که با همون چیزی کمترین به برادران و خواهران خود نصرت بدهید، این دعای شما است. اگر دعا هم نکنید، اگر بی‌پروا باشید، وای بر حال ما و شما، وای بر حال کسی که در حق اسلام و مسلمین، در حق خواهران و برادران و مظلوم موحد خودش دعا نمی کند. امروز چقدر علمای اهل سنت و الجماعت در حبسخانه ها اند. در حقشان ما باید دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی اونها را زودتر فرج بکند و آزاد بکند از دست اون طاغوتی، که به امت اسلام، به این امت توحید را بیاموزند، علم حقیقی را برسانند. امروز چقدر دعوتگران توحید، چقدر طالب علمان در این راه کشته شدند و در حبس هستند و کشته می شوند. در حقشان دعا بکنید، در حقشان دعا بکنید که این علما و این طلاب علم اهل سنت و الجماعتی که کشته شدند، شب و روز کشته می شوند، عرب باشد، فارس باشد، تاجیک باشد، کدام ملتی نباشد، امروز اهل توحید کشته می شود. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی اونها را به درگاهش قبول بکند
و از جمله شهدا بگرداند و زنده هاشان را دعا بکنید که نجات بخشد و از دست این ظالمین نجات یابد. و دیگر اون طالب علم و علمایی که امروز در آزادی هستند و در هراس هستند و شب و روز در مشقت هستند، هم از عذاب روحی، هم از عذاب زندگی و هم از عذاب اهل بدعت و مرتدین و منافقین رنج میکشند، در حق این علمای طالب علمان اهل سنت و جماعت دعا بکنید. ببینید علمای اهل سنت و جماعت یا وفات کردند، یا در حبس هستند، یا در میدان هستند، یا که امروز در گرد و اطراف در حالت دعوت هستند اما در عذاب و اذیت و مشقت هستند. پس برادرم و خواهر موحدم، در حق طالب علمان و علمای اهل سنت و جماعت دعا بکن که این طالب علمان ثابت قدم در این راه بایستند. دعا بکن که طالب علمان اهل سنت و جماعت ناترس باشند، شجاع باشند، حق را بگویند و از ملامت کنندگان هیچ هراسی نداشته باشند. دعا بکن که حقگویان زیاد باشد. دعا بکن که حجت حقگویان قوی باشد. دعا بکن که طالب علمان اهل سنت و جماعت از علم و خرد و از زبان و از نطق و این چنین از آداب و حکمت با خبر باشند. دعا بکن که طالب علمان اهل سنت و جماعت درس‌هایشان پی در پی باشد، مناقشه های اونها با اهل بدعت پی در پی باشد. اونها دعا بکن که طالب علمان اهل سنت و جماعت در رو بروی اهل بدعت به مانند کوه‌ها بایستند. دعا بکن که طالب علمان اهل سنت و جماعت همیشه در این راه ثابت قدم باشند. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، ای اهل توحید، تمام طالب علمان اهل سنت و جماعت، علما و طالب علمانش از شما احتیاج دعا دارند. احتیاج دعا دارند. دعا بکنید که این کفار و منافقین و مرتدین و اهل بدعت ضرر به این طالب علم نرسانند، چرا که دشمنی اینها شدید است. شب و روز دشمنان نقشه میکشند. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی دشمنان طالب علمان و علمای اهل سنت و جماعت را الله خارشان بکند، مکرشان، فریبشان، حیله و نیرنگشان را به خودشان گرداند و هر یکشان را نابود و شرمنده و شرمسار گرداند. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی اونها را توفیق اخلاص و عمل صالح و توفیق درس های بهترین را انجام دادن را و عمل کردن را نصیب و روزی بگرداند. دعا بکنید که طالب علمان اهل سنت و جماعت فداکار باشند و حب دنیا از دل اونها نابود بشود. دعا بکنید که طالب علمان اهل سنت و جماعت خوار و زار نباشند، به خاطر زندگی شب و روز در فکر و خیال و این دنیا نباشند. پس دعا بکنید این چنین در حق همین برادرانی که طالب علمان اهل سنت و جماعت و علمای اهل سنت و جماعت را دستگیری میکنند. پس برادرم و خواهران بزرگوارم، دعا این عبادت است. اصلا طلب دعا کردن همان وقت درست است که اولا اجر به نیت اجر خود شما باشد. ما میخواهیم که شما دعا بکنید، به خودتون اجر بگیرید، از دعا کردن اجر بگیرید، دعا کردن را بیاموزید و به سبب دعای شما الله سبحانه و تعالی کمکتون بکند به این طالب علمان، به این علما و به این امت اسلام. پس روزهای دعا همین روزهای باقی مانده است. در این شبهای قدر، در این شبهای مبارک دعا بکنید. پیش از افطار کردن، پیش از دهان کشادن، در سحرگاه ها، در شبها، در نماز تهجد، پیش از نماز فجر دعا بکنید. خودی بنده من از شما طلب میکنم که دعا بکنید، اولا اجر بگیرید و بعد از این دعا بکنید که یک برادری طالب علم شما ثابت قدم باشد. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی بنده را ثابت قدم نگه بدارد، از وسوسه های شیطانی، از شهوت و از این هوا و هوس الله سبحانه و تعالی نگه بدارد، از شیطان اللعین الرجیم الله سبحانه و تعالی نگه بدارد، از این دشمنان مکار، از این حیله‌گران و دشمنان مرتدین و منافقین، از این مشرکین و کافرین، از این اهل بدعت که سرسخت‌ترین دشمن ما هستند، الله ما را نگه بدارد.
شب و روز در بالای ما نقشه میکشند، الله خارشان بکند. دعا بکنید که به نقشهشان نرسد و الله مکرشان را در بین خودشان اندازد و اونها را شرمنده و شرمسار بیندازد. پس دعا بکنید. این روزها روزهای سخت‌ترین است برای علمای اهل سنت. این روزها روزهای سخت‌ترین است برای طلاب اهل سنت و جماعت. این روزها روزهای سخت‌ترین است برای حق گویان، برای کسانی که پرچم توحید را میبردارند. پس دعا بکنید در این روزهای مبارک الله سبحانه و تعالی که اهل توحید را عزتمند بکند، پرچم توحید را بالا ببرد، لا اله الا الله را حاکم گرداند. دعا بکنید که دیگر باقی مانده را خوار و ضریر و گمنام گرداند. پس برادران و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم. این بود سخن امروزه بنده بر شما، همچون یک نصیحت، همچون یک ان شاء الله سبحانه و تعالی مشورت. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.